یکی از آثار گناه تاریکی در دل، قلب و تاریکی در قبر، بی‌برکتی در رزق و روزی، بی رونقی در صورت و سیما، نفرت در دل بندگان خدا. بندگان خدا از گناهکار نفرت دارن. کسی نمیتونه یک ظالم رو تحمل بکنه، یک سکران رو تحمل بکنه، یک رباخوار رو تحمل بکنه، یک معتاد رو تحمل بکنه. واقعا مشکله. ولی الله داره تحمل میکنه. گناه یعنی قیچی شدن رابطه عبد و رب. و هر انسانی به 3 علت گناه میکنه: یا از روی تکبر، یا از روی جهل، یا از روی ضعف اراده است. غیر از این 3 تا چیز دیگر نیست. یا گناهی که میکنیم مثل ابلیسه که دیگه نمیتونیم توبه بکنیم. گناهی که از روی تکبر باشه توبهش تقریبا شبه محاله. اما گناهی که به 2 علت بعدی جهل باشه، تا زمانی که نمیفهمه که گناهه، وقتی کسی بهش میگه تو نمیفهمیدی، خجالت نمیکشی این گناهه، میگه خدا ببخشه، توبه نصوح، من نمیفهمیدم، اولین باره که شما داری به من میگی، از بس که اون گناه عادی شده. به نظر شما کسی الان احساس میکنه که قلیون گناه داره؟ حرام اصلا؟ خیلی راحت تو مجالس آزاد، تو خانه ها زن برای مرد چاق میکنه، مرد برای زنش چاق میکنه، صاحبخانه برای مهمان چاق میکنه میذاره. خیلی ها اصلا میگن گناه نیست. از بس که خیلی مسائل عادی شده و هر چیزی که در دین خدا حرامه یعنی گناه 3 تا علت داره: یا نجسه، یا ضرره، یا فساده. محال چیزی خدا بگه حرامه نجس نباشه، ضرر نباشه، فساد نباشه. حالا حساب بکنید، این قاعده داشته باشید: هر حرامی 3 تا علت داره و انسان به 3 علت گناه میکنه. پس خیری در حرام نیست، خیری در گناه نیست. وقتی نجسه، وقتی ضرره، وقتی فساده، چه خیری درش هست؟ ولی بازم گناه میکنیم. ولی خدا بکنه که از روی تکبر نباشه، از روی ضعف اراده باشه. گناه میکنه بعد پشیمون میشه، دست بلند میکنه: خدایا شرمنده هستم، نمیتونم اصلا دستم بعضی از دوستان به درجه میرسن که دیگه از خدا خجالت میکشن. گناه میکنن ولی خجالت میکشن دعا بکنن. یعنی پیش خودشون یه محاسباتی میکنن: من چطوری رو میشه حالا دستم بلند بکنم تو صورت خدا، دست دراز بکنم؟ خدایا، خدا نکنه انسان به اون ناامیدی برسه، دوستی هم نداشته باشه، مشاوری هم نداشته باشه که امیدوارش بکنه که خداوند انسان رو تحویل میگیره. اگر از روی تکبر باشه خطرناکه، اگر از روی جهل باشه با آگاه شدن ترک گناه میکنه. حالا اگر از روی ضعف اراده باشه باید چه کار کرد؟ علما میگن ضعف اراده فقط با دوست قوی تر از خودت میشه این ضعف رو برطرف کرد. هم نشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. اگر ضعیفی حتما باید تو جمعی قوی تر از خودت قرار بگیرید. باید دوستانی داشته باشید بهشون بگید من تو این نقطه و این نقطه و این نقطه ضعیفم، مواظب من باشید. به دوستی ارزش قائل باشید، کمک هم دیگه بکنید. خیلی ها مشروب تعارف هم میکنن، اینم یه نمونه از دوستی است. خیلی ها سیگار تعارف هم میکنن، بعدم میذاره تو دهنش، سرش میاره پایین، کبریت نداری، تق میزنه، فندق براش روشن میکنه، دستم میزنه رو دستش، خیلی ممنون متشکر. اینم یه نمونه دوستی است. ما یه دوستی دیگه ارائه بدیم، دوستی که مواظب هم باشیم،
نه اینکه سر ما چه هم بگیریم. ما اگر دیدیم کسی ضعیفه کمکش کنیم. میگم یه جوانی چند مدت پیش تو همین شهر خودمون منو دید، گفت شیخ برام دعا میکنی که همین مشروب از دلم بره؟ میخوام توبه بکنم ولی نمیتونم، از بس که ارادم ضعیف شده و دوستان ناباب دور و بر من نمیذارم، سخنم میکنن. جوان مسکین، برام دعا نمیکنید که خدا این مشروب و حب مشروب از دلم ببره؟ این جوان سرگردانه، میخواد کسی دست به سرش بکشه.